خاله چی میشه؟ خاله بیا عزیزم. سلام خاله خسته نمیشه. خوبی؟ بیا بریم. بیا کارت دارم. خوبی؟ منو میشناسی؟ آره خاله سحری چون. ای خدا خاله سحری پیجمو داری؟ بله عزیز دلم. چه مدرسه میری؟ میرفتم الان نمیرم چرا نمیری؟ چون که الان بعض مالی هم بد شده. میای سر خب. چهارراه کار میکنی. زمستونا سخت نیست اینجا کار میکنی؟ واسه ما زمستون تابستون فرقی نمیکنه. باید کار کنی خرجی خونه رو در بیاری. حالا گرسنت میشه چی میخوری؟ هیچی گرسنه میمونم میرم خونه دیگه. عزیز دلم. دما میپرسم چی دوست دارم براشون درست میگم. تو چی دوست داری تو این دنیا از همه بیشتر؟ من عاشق ساندویچم. دوست داری کنارش یه چیزی درست کنم برات بذارم؟ چیزی نمیخوام فقط واسه خواهرم و مامان بابام چیزی نمیخوام. برنج باشه، روغن باشه، چایی باشه، هر چی باشه. یاد دوست داره. اسباب بازی زیاد دوست داره؟ بله. خب واسه خودت هم یه چیزی بگو دیگه. آخه خاله من واسه اونم واقعا کار میکنم. خودم چیزی نمیخوام. چی دوست داری اصلا؟ من هیچ چی دوست ندارم اصلا. هیچی که نمیشه دوست نداشته باشی. الان مثلا یکی یه چراغ جادو بود میگفت هر چی تو بخوای من برات میگیرم، تو چی میگفتی؟ من میگفتم نمیخوام. میخوام ببرم واسه خانواده‌ام. یه عزیز دلم. زمستون کار کردن سخته؟ خیلی خاله. چون که تو مترو نمیذارن آدم کار کنه، بیرون نمیذارن کار کنه. شبی بود اصلا کار نمیکردیم. آرزو چی اصلا؟ آرزوم اینه که خوب کار کنم، خوب زحمت بکشم. فردا روز منم بزرگ بشم، این خودتون پولدار بشم، به بقیه کمک کنم. بعد تو میخوای مثل من بشی؟ آره؟ هیچکی تا حالا اینو بهم نگفته بود. خب باش، من دشت امشب تو بهت میدم. همه اینا هم مال من، تو برو خونه. من هر چیو که گفتم خب فردا نه پس فردا برات میارم. قول. میدونم شما واسه همه میارید چون که ویدیوهاتون رو دیدم. ای خدا. آره خاله، من به هر کی قول بدم براش میارم. عاشقتم. مواظب خودت باش. برای این بچه‌ای که دارم میرم یادم رفته بود دستکش بخرم، اومدم اینجاش کارشم. سلام. سلام. چقدر تو خوشگلی. سلام خاله خسته نباشی. سلام خاله. خوبی خاله؟ ببینم قیافت انقدر بامزه ای. سلام خاله. چیزایی که خواستی رو گرفتم. کی بود عروسک میخواست؟ تو بودی؟ برات گرفتم سردت دست نشه. در نکن خاله مرسی. سلام خاله. چقدر شما زیادی. اینا فرار میکنن. اینگه چون که تا الان با چه کسی نه. خوشگله به نظرت؟ این خاله برای این آبجیمه ول کن. میگه برای تو نبود. نه این خاله پسره. تو خیلی داداشت دوستت داره ها. الهی من دورت بگردم. برای تو نبود، تو پسری. حالا واسه من بگیر. من نمیدونستم شما انقدر بزرگ و زیادین که. تو چرا نگفتی انقدرین؟ چرا هیچی نگفتی تو؟ من اصلا نمیخواستم بیاد خونه. وا چه ربطی داره؟ به زشتی قشنگیه. آفرین. تو چند سالته؟ این 12 سالشه. تو بشین اینجا ببینم. خب بیان یه ذره برو به خواهر برادرت هم از این کیک و کلوچه های خوشمزه بده بخورن. بیا بودو بیا. چند سالته؟ کاری نداری؟ خدافظ. من رفتم. من دارم میرم. کاری نداری خاله ها؟ دستتون در نکن خیلی ممنون لطف کردی. قربونت بشم خاله جون. کاری نکردم. انشالله هر چه خدا میخواد خدا بهت دیگه پسر بهت بده اسم. ای خدا. همه ایران میدونم من بچه ندارم. قربونت بشم. کاری نداری؟ مرسی. خدافظ. خداحافظ. قربون. خدافظ.